السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما را برادرای عزیز و گرامی به این روز سعید، به این روز بندگی خدا، به این روز سعید تبریک و تهنیت میگویم و میخواستم آغاز صحبت امروزه را از ایجادیات یکی از شیداهای در راه پروردگار، یکی از مخلصان شریعت نبوی، یکی از انسانی که همیشه پایبند امر خدا بودند، ابو سعید عبدالخیر آغاز نمایم که حضرت در ایجادیات خود می گفت حیف از این عمر عزیزت که چیسان می گذرد، حیف از این عمر عزیزت که چیسان می گذرد، در غم این و به اندیشه آن می گذرد. بر لب جوی نشین دیده عبرت بکشا، بر لب جوی نشین دیده عبرت بکشا، حاصل عمر تو چون آب روان می گذرد. شمع را پرسیده اند لرزیدنت از بهر چیست، گفت این که می سوزم و عمرم به پایان می رسد. الحمدلله که از حیات ما هم، از درخت میوه عمر ما هم، از جمعه گذشته تا این جمعه 7 میوه او کنده شد، 7 روز او الحمدلله که سپری شد، 7 روز دیگر الحمدلله که ما به سوی مرگ، به سوی خانه قبر نزدیک شدیم. از پروردگار خواهان او هستیم که خداوند در این عمری که برای ما تقدیر کرده است، عمر ما را خدایا از خار شدن نجات بده. خدایا اصلا ما را در عمر ما خار مگردان. خدایا پایان عمر ما را، دم آخری ما را خدایا دم راحت بگردان. چگونه ای که حبیبی تو اللهم اعینی علی سکرات الموت و غمرات الموت دعا کردن، از مشکلات و از سختی جان دادن پیغمبری خدا دعا طلب کردن. ما نیز بندگان تو پروردگارا به سوی تو دعا میکنیم که خدایا مشقت و مشکلات جان کندن را هم برای ما آسان بگردان. خدایا در دم آخر ما را محتاج کسی از بندگانت مگردان. خدایا ما را مورد رحمت خودت قرار ده، همه عبادت هامون پروردگارا قبول بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. خدای مهربان برای ما چنان توفیق نصیب بگردان که احترام پدر و مادر همیشه بجا بیاریم و با دعای نیک این پدر و مادر به وای رسیده عاقبت اون جنتی که در احترام پدر و مادر وعده شده است خدایا برای این بندگانت نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین. دادرای عزیز، پیش از آنی که من دوام صحبتی جمعه گذشته را برای شما آغاز نمایم، خواهشم اون تلفن هاتون خاموش کنین یا صداهاشو نگیرین تا که در حالت صحبت برای ما یگان گوییم که مانع نشود، زیرا عادی ترین سخن شما یا صدای شما گوییم که
همه وقت فکر آدم پریشان میکند، فکر آدم دور میکند. از این خاطر از شما خواهش میکنم صداهای همون تلفن هاتون باز گیرین. چندین بار خواهش میکنیم باز در بین صحبت باز همون صدای تلفن های شما بلند میشود. و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. طاعت حق را به جان فرمان کنید، طاعت حق را به جان فرمان کنید، بعد از آن بر والدین احسان کنید. والدین از هر کسی خوشنود نیست، آن کسش شایسته معبود نیست. برادران عزیز و گرامی، آمدیم به سوره مبارکه اسراء. در آیت‌های قبلی که من از سوره احقاف و از سوره لقمان برای شما صحبتی داشتم که آغاز این آیت‌های قرآن و سینا آغاز شده بود. مراد از و سینایی که پروردگار در سوره لقمان و در سوره احقاف برای ما بندگانش، برای آن کسانی که به قدری باید پدر و مادر رسند سفارش بود. دو سفارش او را ما در دو جمعه برای شما خواندیم. الحمدلله که به سفارش سیوم پروردگار آمدیم. دادر عزیز، اگر پروردگار یک بار ما را در همون سوره لقمان یا احقاف یا اسراء یک بار اگر سفارش میداد برای احترام پدر و مادر، برای انسانی که در دل او به مثال یک دانه ارزن ایمان و هیبت پروردگار اگر وجود داشته باشد بس بود و کفایت میکرد. ولی ما سیوم فرمان پروردگار را برای شما میخوانیم. دادر عزیز، آن برادرایی که احترام پدر و مادر نداریم، سیوم فرمان از جانب پروردگار صادر شده است تا که شما پی در پی فرمانهای پروردگار را گوش کنید تا که تأکید بر تأکید تو اجرا کننده فرمان پروردگار شوید. پروردگار در این سوره مبارکه، در این آیتی که من خواندم، در آغاز و قضا ربک، قضا به معنای فرمان است. پروردگار گفت ای بندگان من شما را فرمان میدهم، باز همون حکم، باز همون سفارش، این که فقط و فقط تعظیم شما، عبادت شما، طلب یاردن از جانب شما فقط از الله باشد. الله تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. پروردگار باز چی بود؟ و باز شما را فرمان میدهم، فرمان اول من این، و پدر و مادر را نیکویی کن. و بالوالدین احسانا، به قدر و پدری مادر و به قدر پدر و مادری پیری که یا جوانی که داری با قدر اونها برس. احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. پروردگار گفت هر وقتایی که این پدر و مادر تو
و سین سال 70 و 80 رسیدن باز خدمت از دو چند و ده چند کن. اگر تو در جوانی پدر و مادر احترام کرده آمدی، وقتی پدر و مادر تو به 70 و 80 رسید خدمت او را باز 10 برابر یا 20 برابر باز زایدتر کن. این در چی دارد؟ احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. این پروردگار معجزه قرآن را ببینید، بزرگی پروردگار را ببینید. خداوند سین و سال پیران سالی را با تأکید در تأکید کردن. چگونه ای که 5 وقت نماز خواندن برای ما ضرورت دارد، لیکن خدا با در قرآن نماز عصر را تأکید کردن که نماز عصر حتمی خوانده شود. بوده 5 وقت نماز باید شما پایبند باشید، لیکن عصر تماما از شما باید فوت شود. زیرا پیغمبر خدا گفت هر کسی که 4 وقت نماز خواند و عصر نخواند معنای او را دارد که کل عملهای همان روزش در پیشگاه پروردگار حبطه شدند، بیکاره شدند. اما همچنان شما وقتی که پدر و مادر در جوانی خدمت کردن امروز پدر و مادرای هستند که در سی و در چی در آمدن بچه‌هاشون الله که بدیش رسیدن. یعنی در جوانی پدرش جوان است و خدمت پدر میکند، لیکن در پیری پروردگار گفت باز خدمت از زیادتر کن. و چی خاطر؟ این معجزه قرآن است. به خاطر که سین و سال پیری برادر عزیز و گرامی، شما پیرانسال‌ها را ببینید، پدر و مادرات را ببینید، وقتی پیرانسال میشوند خیلی نازک میشوند، خیلی وکیل نازکی زیاد اونها را فرا میگیرد و در برابر نازکی اونها بعضی هاشون درشت سخن میشوند، سخنهای سخت میگویند. این به خاطر رفتن عمر هست. عمر که کاچنده که رفت عقل همون انسان با گویم به طور پایان رفتن میگیرد. پدر دیگر هرچی میگوید، سخنهای سخت میگوید، شاید از خدمتی تو ناراضگی بیان کند که تو با خدمت من نمیرسی، اگر که تو شب و روز در خدمت پدر و مادر خواهی. لیکن دادر عزیز انا همین سیکریشن از دستت که پدر پیر شد، مادر پیر شد، هر چی که گوید تو تحمل کن. اون به خاطر اوست که آدم پیرانسال حساب بیمار است. او آدم بیمار است، دیگر هر چی گوید نگوید تو سخن خوب از روی او کرده نکن. پروردگار فرمان داد ولا تقل لهما اف. ببین در برابر این پدر و مادر باید شما جوانای عزیز کلمه اوف را استفاده نبرید. از روایت حضرت علی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اگر از کلمه اوف دیده کلمه پسترین اگر وجود می‌داشت هر آینه خدا اون کلمه را استفاده می‌کرد. یعنی پسترین و ناخوبترین کلمه این کلمه اوف است که خدا گفت در برابر پدر و مادر وقتی که یگان فرمایش کرد یا وقتی آدم خسته می‌شود یا وقتی آدم ملال می‌شود کلمه اوف استفاده می‌برد. خدا گفت میلش ملال می‌شوی، خسته می‌شوی، دلتنگ می‌شوی، در پیش پدر و مادر اصلا کلمه اوف نگو. رو در پنهانی گفتن بگیر، لیکن پدر و مادر کلمه اوف که تو را در نزد خودشان هیچ وقت باید بشنوند. این فرمان است دادر عزیز. اگر تو در نزد پدر و مادر کلمه اوف گفتی خداوند تو ناراحت کردی. زیرا الله برای تو میگه نگو، تو نگویی. این سرکشی از فرمان پروردگار است. ولا تنهرهما. این پروردگار میگه فرمان دیگری که من برای شما پدردارها و مادردارها صادر کردم این است که ولا تنهرهما. شما بالای پدر و مادر با صدای بلند صدا مزنید، با آواز بلند داد نگویید. خدا میگوید ولا تنهرهما، بالای او داد نزن، بالای او سیاست نکن. چگونه که امروز برادر عزیز 99% ما بالای پدر و مادر سیاست داریم. حالا این که اگر کارگر باشید از همون نشهدی که رئیس قد جان میترسید در بالای سیاست کردن نمیتونید.
او را تو چشماش نگاه کردن میتونی، خواص طرف او انداختن میتونی. یکی پدر و مادر یکی معیوب شدن، اکو پدر و مادر یکی گویا به قوت شدن، دیگر تو را ضرب کردن میتونن، تو را دیگر دشتان دادن میتونن، تو را دیگر از کارا پیش کردن نمیتونن. تو تمام همون قوه و قدرت و جوانمردی و گویا همون بزرگی و پهلوانی در نسبت پدر و مادر دوام کرد. خدا میگه ولا تنهرهما، من تو را امر میکنم بالای پدر و مادر رو هیچ وقت سخنی بلند نگو. میل همسایه سخنی بلند گفتی، فرزند در گفتی، کدام کلام در گفتی گفتن بگیر، اون کاری توست، اون موافق با آداب توست. لیکن در پدر و مادر احتیاط باش. در نزد پدر و مادر با سخنی بلند تو هیچ وقت صدا نزن. این سفارش خدا داده است. و قل لهما قولا کریما. این پروردگار چقدر زیبا بیان می‌کند. فرمانها را ببینید. اف نگو، بالای پدر و مادر داد مزن، تو نمیدانی، تو نمیفهمی، تو کاری خود کن. دادر عزیز به نام پروردگار در هر حرف پیش خدا را تو جزا میگیری. تو گرفته نشو از پدر و مادر میگه کاری خود کن، حساب کن اگر این کاری خود کن 10 حرف باشد در پیشگاه پروردگار 10 جزای بدی میگیری. هر یک حرفی که گویا که تحقیرآمیز است، تهدیدآمیز است، ناراحت کننده وقتی با پدر و مادر حواله کردی، هر حرفش عذاب تو حساب کن. ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. پروردگار میگوید در عوض آن که تو بالای پدر و مادر سیاست میکنی یا داد و وای میزنی، در عوض او تو با اونها سخن کریم گو، سخن ملایم گو، سخن خوب گو. وقتی که حتی صحبت کردی تو قادر نباشی که چشمای پدر را نگاه کرده و بعد سخن گویی. با چشمهای خیلی با آدابانه خود چشمها تا پیش خود نگه دارو، با پدر و مادر سخن ملایم بگو. آنچنان سخن بگو که دل پدر و مادر نرم شود، دل پدر و مادر ملایم شود، پدر و مادر وقتش از تو خوش شود و با دلش بیاد که هزار شکر و سوی پروردگار که فرزند دارم که با من چی کنند محترمانه آداب بکنند. و به آرزو کند پدر رو با دلش این خیل فرزند در پیشگاه پروردگار شکر گزاری کند. دادر عزیز من میدانم در این قول ما و شما بسیار فرزندهایی که پدر و مادر احترام می‌کنند. زاید بعد شما کمبودیای با پدر و مادر کنند پیش چشم نگاه که پدر رو عیب دارد و مادر رو عیب دارد. حتی اسماء دادر عزیز دختر ابوبکر صدیق بود. اسماء وقتی که همین اسماء که گویا که از عایشه را مادرش جدا بود و اسماء را مادرش جدا بود. وقتی اسماء را مادرش مشرکه بود ایمان نیاورد. وقتی که همین مادر اسماء و زیارت اسماء آمد دختر ابوبکر پیغمبر خدا را دوان آمد اسماء و گفت همون مادر مشرکه که راغبه یعنی اسلام بسیار بد ببیند خانه من آمده است. ای حبیب خدا آیا با مادر که مشرکه بدین است اسلام بد ببیند با او خدمت کنم یا نکنم؟ حبیب خدا گفتن دوان گشته را برای همون مادر مشرکه دسترخوان فرسا، آب و نان کن، هر که از لباس داری بر بدن او پوشان، ببین دعای همون مادر مشرکه بگیر. این پیغمبر خدا برای اسماء دختر ابوبکر صدیق گفتند. و این خاطر اگر پدرهای شما هم مادرهای شما هم من گفتم که عمرشان که تا چند بالا رفت دادر عزیز این عیب اونا نیست. این فقط انسان باز خواسته می شود، رو به تنزل می گذارد، کم کم به عقل می شود، به فهم می شود. شما طاقت کنید، شما باید که خدمت کنید. حبیب خدا گفتن برو آباءکم تبرکم ابناءکم. شما همین پدر و مادر را برداشت کنید و قدر شارت. خب اگر موردی نصیحت باید که اونا احتیاج داشته باشن یکان نصیحت که خوب جا کنید با سخنهای خوب با سخنهای نه و شما منتظر شوید که همین معامله را فردا فرزندهاتون با شما میکنند به پیغمبر. یعنی شما چگونه که امروز با فرزندهاتون خدمت دارید هم در خدمت کردن فردا از فرزندهاتون منتظر شوید. و غفر لهما جناح الذل من الرحمن.
و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. پروردگار گفت در برابر پدر و مادر بسیار با تواضع باش، در برابر پدر و مادر بسیار با تواضع باش، گویا بسیار با احترام باش. پدر که وارد خانه شد نزد پدر خیر، نزد مادر خیر، مرحمت پدر، مرحمت مادر، با سخنهای خوب پدر و مادر را استقبال بگیر، بیار در بهترین جای اونها را شینان، با آنها سخنهای خوب گفت. خداوند میگه و یفیض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. پروردگار در آخر این آیت‌های مبارکه گفت شما وقتی که دعا میکنید، برای جمعه را میکنید دعا میکنید، نماز عصر میکنید دعا میکنید، نماز شام میکنید دعا میکنید، خدا گفت وقتی که دست برداشتی بگو و قل رب ارحمهما، و قل رب ارحمهما. خدایا پروردگار اولین چیزی که بعد این بهترین عبادت از تو درخواست دارم این است و پدر و مادرم مهربان باش. اولین چیزی که میخوام پروردگار دعای من بنده را قبول کن و پدر و مادرم مهربان باش. خدایا سختی ها و مشکلات و هر یک مهم ناخوشی هایی که در تقدیر پدر و مادر من باشد خدای مهربان اونها را برداشت می‌کنم. خدایا یک وقت من بنده عاجز و ناچیز را به غم و اندوه پدر رو برام مکن. این چی دعاهای زیبا را پروردگار برای فرزندها تعلیم داده شدن. اما هم میگوید در نمازهاتون همیشه دعا کنید. ببین زنی که اگر در نماز در حق شوهر دعا نکند خدا گفت اون عبادت در سر زن داده میشود. همچنان عبادتی که از ما و شما صادر میشود و در آخرش در حق پدر و مادر ما دعا نیست، همون عبادت خدا در سر ما میزند. در نماز تو پدر و مادر یادت نیامد. و قل رب ارحمهما. خدایا پدر و مادرم در مهربانی کن. خدایا سختی ها را از کارهای پدر و مادرم بردار. خدایا این دعاهای از خداوند ما را تعلیم داده می‌کند. کما ربیانی صغیرا. خدا گفت که آخر همچنان این پدر و مادر در خردی شما همین دعا را در حق شما کرده بودند. این پدر و مادر که امروز بیات ما نمیزند، بالاشان صدا داره، بالاشان سیاست داره، وقتی خود بلند داره همین ها در حق ما دعا میکردند. پدر از شوق دیر در کودکی دست پسر گیرد با امیدی که این پسر در پیری دست پدر گیرد. این به خاطر بود که در همون خردی وقتی که ماها را در خانه گرفتن و دعا کردن به خاطر که پیرانسال شده ما همین بچه‌هایی که به دعای ما به واقع رسیدن اینا دستگیر ما شدن. سیوم سفارش که پروردگار در سوره اسراء برای بندگان خود خبر دارد انا همین آیت است. من فکر میکنم که من بعد شکل حدیث های پیغمبر خدا را میخوانم. این آیت های قرآن ماها را باید تکان دهد. این آیت های قرآن اگر ما در اصل بندگان خوب خدا باشیم، بندگانی اگر میترسیدگی از خدا باشیم، در اصل در درون ما حکومتی خدا ترسی داشته باشیم، اگر از منبعش ما میبینیم که آیا تو پدر و مادر به حرمت میکنی یا نمیکنی. اگر کردی خوش به حال که تو در اصل آدم ایماندار بوده ای، آدم خدا ترس بوده ای. اگر نکردی دادن عزیز خود ملامت کن که تا حال تو پختگی نیستی، تو ایمان کامل نیست. زیرا این قدر آیت هایی که به گوشی تو رسید باز تو بیدار که نشدی، اینجا خود ملامت کن که وجود تو پر از خانه شیطان و پر از سیاهی و پر از کمبودی هاست. و توی پروردگار رو دعا کن. ولی من جای روشن نمیگویم که بعضی فرزندا با پدر و مادر قهری هم، ولی قهری شک دارم. این حرمت نکردن من سخنش گفته ایستادم که وقتی شما حرمت نمیکنید کجا در اطراف قهری کردن با پدر و با مادر کنید.
خیلی زمانی گویم اینجا تو زمان من کو عیدار نمیکنم، زیر یک زمانی هستی اگر چنده که فسادی و اگر چنده که گویم فیسق ما را فرا گرفته، در برابر این خدا را شکر که باز شما سخن خدا را میشنوید. هیچ شوکت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را و پسر میبیند. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواهی پدر میبینند. زمانش بود که البته پدرها فرزندها را ناخواهر شدند، پسرها ناخواهر پدر و مادر شدند. لیکن برادر عزیز، از پروردگار امید دارم که انشاءالله شما برادر عزیز و من بس کسایی که صدای ما را میشنوند، شما از جمله آن کسانی نیستید که پدر و مادرها بالای شما غضب داشته باشند یا پدر و مادر از شما ناراضی باشند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که ابن حجر عسقلانی در کتابش می‌آورد: لولا ادعاء الغیب لشهدت علی 5 نفر انهم اهل الجنه. حبیب خدا گفتند غیب گفتن فقط و فقط این از جانب الله است. برای کسی غیب گفتن جایز نیست و درست نیست و حقوق ندارد. علم غیب فقط و فقط این نزد پروردگار است، این خاصه الله است. لیکن حبیب خدا بود اگر غیب گفتن درست نشد یا برای غیب گفتن اجازت دادن نشد، من پیغمبر خدا گفتم 5 نفر را پیشکی نگفتم که اینا اهل جنت هست. اگر غیب گفتن درست نشد، من 5 نفر را میگفتم که اینا وارد جنت حتمی میشوند. اینا کیا باشند؟ این خوش سعادت‌ها کیا باشند؟ اینا کیا باشند که پیغمبر خدا پیشکی اینا را الله که بشارت به جنت داد که شما اهل جنتی. الفقیر صاحب العیار، یک آدم نادار، یک آدم بیچاره، یک آدم کمبغل، یک آدم بی شرایط، یک آدمی که گوید در زندگی خیلی خار و ذلیل است. صاحب العیار فرزندان زیاد دارد، گوید که شرایطها خیلی شرایطهای ناخوب، فرزندان زیاد بیچاره. برای اون خدای مهربان نصیب کرده است و بسیار دستی تنگ دارد، بسیار گوید که دستی ناسا دارد. پیغمبر خدا گفت این فقیر با همراهی این عیال خود که مسئولیتی بندگی خود اجرا میکند و این فقر و ناداری خود که از خدا میبیند و در ناداری خود باز قناعت دارد، شکرگزار است، این فقیر فردا وارد جنت میشود. الفقیر الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنیاء ب500 سنه. ب500 سنه. حبیب خدا را میگه فقیرها نادارها پیش از بایها و 500 سال وارد جنت میشوند. پیش از بایها 500 سال پیش وارد جنت اول فقیرها میشوند. اما فقیرهایی که خدا جهتشان توفیق دارند، خدا ترسی دارند، ناداری و بی‌شرایطیشون از خدا میبینند، بازمی نداشتنشان با رو به سوی خدا آوردند. ببینید دوستای خدا هستند، پایبند نماز هستند، شرایطشان فکر ندارند، ناداریشان فکر ندارند، بلکه میگن خدای ما در این قضای تو راضیه. اگه خدا که در حیات من را کشیدی، من در همین قضای کشیدگی تو راضی هستم. این گونه فقیرها فردا وارد جنت میشن. فقیرهای خدا زیادند، الحمدلله که فقیرهای خدا ترسم داره. فقیرهای داره که باز بیچاره ناداریش از بندهای خدا میبینن. این که فقیرها هم داره. لیکن برادر عزیز، دارایی و ناداری از خداست. فراموش نکن. خدا باید میکنه، خدا کمبغل میکنه. دوم والمرأة راضع عنها زوجها. حبیب خدا گفت دوم شخصی که وارد جنت می شود همون زنی هست که در دنیا شوهر از او راضی است. شوهر از او راضی است. شوهر بالا رو قهر ندارد.
سوم والمتصدقة بمهرها على زوجها، همون زنی که وقتی که شوهر در براید مهر کلان از شوهر طلب نمی‌کند، یعنی با اندک مالی که همون شوهر دارد با همون راضی میشود و خودش در همون مبلغ میبخشد. چهارم و تائب من الذنب، کسی که توبه از گناه میکند، توبه از گناه میکند، گناهی کرده بود، نافهمی هایی که داشته بود، الان توبه به سوی خدا میکند و میگه پروردگارا من بعد از این بنده تو آن چیز که قبلا سر زده بود دیگر سر نمیزند. پنجم که و راضی عنه ابدا، حبیب خدا گفت پنجم طایفه ای که اونها بیشک جنت میروند، پیغمبر خدا گفت همون نفرهایی هستند که پدر و مادرها از او راضی است. پدر و مادرها را راضی کردند. پدر و مادرها گویند هر جایی که چه در غایبی، چه در حاضری، چه در شب، چه در روز از او پرسند که از فرزند راضی، بگو راضی است. همون راضگی پدر و مادر این پنج طایفه را که است اینا را گویند که بشارتی به جنت دادن پیغمبر. با مادر خویش مهربان باش، آماده خدمتش به جان باش. حضرت سعدی میگفت با مادر خویش مهربان باش، آماده خدمتش به جان باش. با چشم ادب نگر پدر را و از گفته او مپیچ سر را. گر هر دو شوند از تو خرسند، خوشنود شود ز تو خداوند. حضرت میگن خوشنودی اینا ای جوان عزیز، خوشنودی اینها راحت دنیای شماست، خوشنودی اینها مشکلات مرگ شما را دور میکنه، خوشنودی اینها راحت قبر شماست، خوشنودی اینها عزت تو در روز قیامت است، خوشنودی اینها وارد شدن تو به سوی جنت است. گر هر دو شوند از تو خرسند، خوشنود شود ز تو خداوند. خداوند از تو خوشنود میشناسد. ما من رجل ینظر الی وجه والدیه نظرة رحمه الا كتب الله له بها حجة مقبولة مبرورة. این را بیهقی از ابن عباس روایت می‌کند. ببینید دادر عزیز، و این کان مئة مرة، ببینید در بعض روایت و این کان مئة مرة آمده، نزد رسول اکرم آمد و گفت حبیب خدا درباره پدر و مادر برای من چیزی بفرما. حبیب خدا گفتند اگر تو جوانی عزیز به سوی چهره پدر و مادر خودت با نظر مهربانانه، با نظر رحمت اگر نظر کنی، کتب الله له، خداوند در نامه اعمال تو میدانی چی بنویسد؟ حجة مقبولة مبرورة. حبیب خدا باید جوان بود در نامه اعمال تو مینویسد که تو حج کردی و تو از جمله حاجیانی که حج خود قبول است و مبرور است در نامه اعمال خدا مینویسد. نظری که در چهره پدر و مادر نظری رحمت میکنی. این جواب گفت و این کلم مئة مرة، اگر 100 بارم در یک روز نظر کنم خداوند برای من 100 حج مینویسد. حبیب خدا گفتند و این کان مئة مرة، اگر 100 بار دادر عزیز گفت در چهره پدر و مادر نظر کنی، خدا برای تو حج کتابت میکند. درگاه پروردگار، از درگاه پروردگار هیچ وقت چیزی کم نمیشود. نظری که به سوی پدر و مادر میکنی. در کیسه ها میارد که مولوی جنون در معدن حالش میگوید روز نگاه شخصی صاحب مال و اسباب انجام شد و بعدا میگوید اراده حج شد.
رفت حج انجام داد. افسوس که از جمله فرزندهایی بود که پیش از حج رفتن دعای مادر را نگرفتند. هم حج کردند از مادر رخصت نگرفتند، از مادر دعا نگرفتند، رفتند به خانه کعبه زیارت کردند، خیلی عبادت کردند. وقتی که گشته آمدند در محله که این حاجی آمده بود، میگه بسیار یک عالم زبردست در همسایگی این حاجی زندگی میکرد. همه به نوبت می آمدن حاجی را زیارت میکردند. این عالم میگه به سوی خانه حاجی نآمد. وقتی که به پیش خانه حاجی گذشت، حاجی این عالم دید، السلام علیکم حیات زد. عالم گویا چی دیرانه دید و چی دیرانه شدید، حتی جواب سلام شد نداد. گفت برادر عزیز، آخه ما پیش از حج با تو رفیق بوده، اما دعای تو را گرفته بوده، آخه چی شد که با سلام ما را جواب نمیدن؟ چرا ما را تو زیارت نآمدی؟ گفتم بعد تو من فهمیدم که تو دعای مادر نگرفته بودی. از این خاطر گفت این جواب سلامی که من بر تو ندادم این زجرن بود، این برای ادب دادن تو بر این حاجی به ادب بود که وقتی که تو دعای مادر نگرفتی تو حق سلام جواب دادن نداری. برای این گفت دادر عزیز، این کاری غلطه که از تو گذشت، اکنون گذشت رو نزد مادر رو از او بخشش طلب کن، از سفر خودت حکایت کن در حق تو تا که دعا کند تا که خدا عجز تو را قبول کند، و الا حق تو در دلگاه خداوند تا آن قبولیت ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید ثلاثه لا ينظر الله الیهم ولا يدخلون الجنه ولا يقبل الله صرفا ولا عدلا. برادر عزیز، سه گروه بوده است. حبیب خدا میگوید روز قیامت پروردگار به اینها نظر رحمت ندارد، خداوند به اینها نظر رحمت ندارد. ولا يدخلون الجنه، خداوند گفت جنت من برای این سه گروه حرام اعلان شده است، اینها وارد جنت من نمیشوند. ولا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا منهم، خداوند از این سه طایفه نه نمازهای فردیشان قبول دارد نه نمازهای نافله‌شان. خیلی بندگان بی سعادت خدا، خیلی بندگان بی سعادت پروردگار. خدا عفو کند که ما از جمله اینا نباشیم. یکم چی گفتن امیر خدا؟ یکم گفتن مدمن الخمر، کسی که عرق نوش است. عرق نوش پیغمبر خدا میگوید خدا به او نظر رحمت ندارد، جنت برای او حرام شده است، خدا نمازهای نفل و نمازهای فرض را قبول نمی‌کند. هر کسانی که هم عرق می‌نوشند هم نماز می‌خوانند، هم عرق می‌نوشند هم حاجی‌اند. خداوند گفت این عبادت‌های شما در پیشگاه خدا قبول نمی‌شود. خدا را شکر که روز به روز اکنون بعضی خبرهایی که به من میرسد تا چه اندازه حقیقت دارند که مردم ما و شما از نوشیدن عرق خیلی دور ایستادند. چگونه که چند سال پیش توجه زیاد بود، مردم میل به این داشت، خدا را شکر که بگرد دیگر میلم ندارد، خواهشم ندارد، نزدیکم نمیشوند. یک چیز خطرناک برای هم دنیا و هم آخرت باید اعلام کنید. دویم طایفه که سعادت کیست؟ والمنان، دویم کسی که چیز به کسی عطا میکند و منتش میکند. منت کردن، حال منت کردن در بین ما و شما زیاد است. اول خصوص بین برادرها، بین خواهرها، همون بین اولادهایی که دارید، یکی به یکی که مثال
از حساب دولتداریش یا از حساب گویم شرایط خوب بودنش وقتی که به دادن خود یا به خواهر خود یا به یکان خیش تبار خود چیز میدهد و بعدش منت میگذارد که من فلان مثال من تو را فلان خود داده بودم یا من تو را نمیدادم حال تو چی میشد، اینا را منت میگوید. خدا در قرآن میگه ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. شما آن خیر احسانی که کردین اگر در اون منت گذاشتین پس شما صدقه های خود را باطل کردین، در آن دادگیتان پیشگاه خدا را چیز ثواب نمیگیرید. برادر عزیز، این منت گذاری هم این جوانمردی نیست، این ایمانداری و مسلمانی ما را افاده نمیکند که چیز دادیم باید ما فراموش کنیم، چیز دادیم از برای خدا دهیم. ساعتش نیاد و ما و شما منت گذاریم که یا در پیش خود چند که نگویم در پیش دیگران گویم که من فلانی را فلان قدر پول میدیم یا فلان قدر کمک میکنم و دیگر منت گذاری از این عبادت رو دست بکش، ثواب ندارد. چگونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بار ابیذر غفاری میگوید 3 بار حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن 3 طایفه است که پروردگار با آنها نظر ندارد، اونها را پاک نمیسازد، برای اونها عذاب در روز قیامت است. ابیذر میگوید گفتم من هم یا رسول الله خواب و خسرو، خواب شدن ذلیل شدن. اینا کیا باشن که 3 بار پیغمبر خدا روی برای اینا تکرار کردن؟ حبیب خدا گفتن یکم گفتن المسبل، کسی که پاچه گروهش از بجلتش پایان کشاد میکنن. دویم گفتن حبیب خدا والمنان، کسی که بدادگی خودش منت میگذارد، منت میگذارد. اینجا این حدیث هم منت گذارم خواب و خسیر گفتن، خواب شدی و ذلیل شدی. حضرت جامع عزیز اجازت دارد در باب همین منت گذاشتن و دندان رحمت در پولاد کردن. ببین چیزهایی را که جامع بیان میکند اینها ناممکن است انجام دادن. و دندان رحمت در پولاد کردن، به ناخن راه در خارا بریدن، فرو رفتن به آتشدان نگوزها، با پیل که دیده آتش پاره چیدن، با پر قیصر نهادن خط شتربار، ز مشرق جانب مغرب دویدن، بسا بر جامع آسانتر نماید که بار منت دونان کشیدن. همه همین ما برداشت دارم جامع گفتن، لیکن منتی که بالای من میکنن اون من برداشت دارم. سیوم طایفه‌ای که خدا با آنها نظر رحمت ندارد و لا یزکیهم، اونا را پاک نمیسازد. و سیوم طایفه‌ای که پروردگار و لهم عذاب علیم، اونها را خدا در عذاب دردناک خود مبتلا میکند. و المنفق سلعته بالحدیث الکاذب، آن سوداگرهایی که مالهای خود با گویا که قسمهای دروغ به مردم میفروشند، یعنی برای آنکه سودای او درگرم شود یا سودای او کشاده شود یا کسی از اون مال خرد، بالحلیف الکاذب، با قسم دروغ او را جلب در مالش میکند و از مال خودش به اون نصیب میکند. دادر عزیز، خدا را شکر که امروز برادرای سوداگرای ما هم زیاد هستند. خداوند سوداهای شما را باز هم خوب گرداند، خداوند درآمدهای شما را بیشتر گرداند. لیکن از یک پهلو خیلی خرسندی آورم است که امروز از صادقی شما، از رفتارهای خوب شما در سوداگری که در شهر حکایه میکنم خیلی خیلی خوبی ها به چشم میرسد، الحمدلله. لیکن به هر حال باز احتیاط کنیم که مبادایی که این مال دنیا، این ثروت دنیا این دچار آدم را گرفته میکنند و چارچوبی که شما با طریق دروغ گفتن به دست میارید به نام پروردگار بغیر ضرر شما چیزی به دست آوردنی نیستید. او ضرر جانت میکنند. اون 10 سومه که تو از یا فایده دیدی سری هزارها سومه میخورد، فریبته نجات دادن به خدا قسم. اون سری هزارها سامان تو را میخورد، حتی مشکلات و مصیبت در خاندان میارد وقتی یک برادر مسلمان در سودای خود سیرت میگیری.
بگیر هر چی در بالای همون مال مبلغی که میگذاری گذار برادر عزیز، آشی جان شود، لیکن دروغ نگو، لیکن قسم نخور. روز دوشنبه خدا خواهد عید است، ما و شما عید روز دوشنبه میخوانیم خدا خواهد، اگر خدا به ما و شما حیات دهد. آیا ببینید از پگاه روز دیگر بعض سوداگرای ما دلی به انصافی را بالای خود بکشاید. برادر عزیز، به نام خدا ما شما را احترام بکنیم، ما شما را دوست می‌داریم. من از برای خدا میگویم برای اکثریت مردم ما مشکلات نیست، شاید برای بسیاری مشکلات نیست، زیرا شرایط دارم پول دارم، لیکن اکثریت بیچاره کم بدارند. اکثریت مردم دست نارس است. برادر عزیز، همون چیزی که قبلا سودای تو بود همون سودا را جور کرده رفتن دیگه. همون چیزی که 5 سوم می‌فروختی به خاطر که گویا که ممنعش آمده، اکو وقتش آمده، یه روز یا 2 روز، روزی است که مردم مجبورن که خرن، تو همون را 7 سوم 8 سوم می‌کنی، همون به نام خدا زهر سند می‌شود. او گویا که این یک بینهری شده، یک گویا همین نادوستداری سر نسبت یک برادر اظهار میکنن. برای این برادر عزیز، بگذار تا 1000 سامان که اگر در همین 2 روزه اگر سودا دم گیافتی، از همون سر 1000 سامان بزن و به خاطر خدا، به خاطر همین عید همون قدر سودا را تغییر بده. در تمام دنیای اسلام روزهای عید تمنا میکنند که مردم خیر احسان زیاد میشود. ماهای حج در چقدر مردم خیر احسان زیاد میشود. مردم ما در عکس است. عید رمضان آمد، در به انصافی را بالا مانده شد. عید قربان می آید، در به انصافی را بالا مانده شد. از برادرای خودمان بالای برادرای خودمان جبر میکنیم. برای این در حالتی صحبت سخن آمد، در یاد آمد، من برای شما پیشکی گویم. این یک وظیفه برادری من است که شما رحم و انصاف کنند از دست ندهید. غمخواری کنید، دوستداری کنید، به عید تبریک کنید. اگر تو جوانمردی همون چیزی که قبلا 5 سوم می‌فروختی به خاطر عید 3 سوم شد، به خاطر عید 4 سوم شد. زیرا خدا تو را داده. اگر تجارت برکات دارد، تجارت خدا خواهد بعد عید این جوانمردی که کردی از جانب خدا ببین چه فایده‌ای برای تو می‌آید. این از نشانه ایمانداری ما و شما. ولی برادرایی که اکنون مالخری میرن بازارها را ببینید مال در کدام میشه، نرخ گاو و گوسفند را ببینید در کدام درجه میبردارن و ناگفته نماند تا عید قربان زده باید نزد حولی هاتون تازه کنید، خانه ها را آلوده کنید. بگذار همه پاکیزگی و تازگی و همون سریعتر میده که اعلام کردگی در تمام حکومت ها انمون سریعتر میده. اگرچنده که اگر شما پیشنهاد من خواهید باید حد اقل هر ماه در خانه ما و شما باید سریعتر میده باشه. دایی تازگی، روشن، دارو زدن، همه اطراف را نگاه کردن او که در خانه ما آدم خواهند. لیکن همین روز عید قربان تا عید قربان باید همین سریعتر میده که هست همه جو درآلیده شود، تازه کنیم، جویبارهاتون تازه کنیم. یک مسلمان هم که دعا کردن آمد مثلا یک تازگی و یک آلودگی را گرفت وقتش شروع شود. این سالی نو نه از عید شماست، نه اجداد شماست، نه بر ملت ما، نه بر دین ما یگان وابستگی ندارد. چقدر تیاری ها میبینید، چقدر کوشش ها میکنید تا اندازه نشد که بعد یا ما تا 300-400 تومان در یک عرشه میکنیم، از باغه ها رفتن میکنیم، باور رو بیرحمی کرده میاریم. لیکن همه خوشبختی ما، همه خوشبختی ما باید در عید قربان باشد، باید در عید رمضان باشد. برادرایی که قربانی میکنید خوش به حالتان، خوش به حالتان که کجایی که یک آدمی که فقیر است، نادار است، شما برای اونها همون حق مالهاتان را جدا کنید. دسترس باشید. جمعه گذشته گفتم مالهای کلان ضبط کنید. دسترس باشید. 2 گوسفند 3 گوسفند قربانی کنید. انشاءالله خداوند برای
میخوای تو باز در عوضش برای تو مال بدی. هر روزی هست که مسلمان ها خرسند میشن، مردم صاحب گوش میشوند و اگه فرزندکای همه میخورن در حقی تو دعا میکنن خدا دولت باز بیشتر رضای حربی کنه. سه طایفه که در حدیث من اول خواندم، یکم مدمن الخمر بود، یعنی کسی که عرق نوش بود. دوم کسی که منت میکرد، دادگیش منت. سوم طایفه که از رحمت خدا دور بوده، العاق لوالدین، کسی که در دنیا پدر و مادرش از خودش رنجانیدگی هست. یعنی پدر و مادری که بالای کدام از ما و شما اگر رنجیدگی باشند یا گویم که ناراحت باشند یا با ما و شما رفت آمد نداشته باشند، ما نیز در قطار همین انسان‌های عرق نوش و منت‌گزار در روز قیامت محشور میشویم. یک مرد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت شهیدت ان لا اله الا الله و انک رسول الله. حبیب خدا، من شاهدی میدم که خدا یکتا و یگانه است و تو محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری برحقی و صلیت الخمس و ادیت الزکات المالی، 5 وقت نماز را میخوانم، از مال زکاتم از مالم زکات میدیم و صمت رمضان روزه من میگیرم. در حق من چی گفتنی؟ حبیب خدا گفتن و من مات علی هذا کان مع النبیین و صدیقین و شهداء صالحین. گفتن اگر کسی که اگر شاهدی از خدا یکتا و یگانه پیغمبر بر حق 5 وقت نماز خواند، از مالش زکات دهد، روزش که گیرد، او روز قیامت همراه پیغمبر هاست، همراه صادق هاست، همراه شهید هاست، همراه آدم های صالح هست. این سخن گفتن و حبیب خدا میگه انگشت هم برداشتن، مغزش جدا کردن. ما لم یعق والدین، گفتن مگر اینکه آن شخصی که نماز شخواند، خدا را گواهی دهد و یکتا و یگانگیش، روزش دارد، زکاتش دهد، حج کند، که پدر و مادر که ناراضی باشد، اینها روز قیامت همه پیغمبرها نیستند. این ما لم یعق والدین، شرطش همین که پدر و مادر از شما راضی باشد. پدر و مادر که از تو راضی شد، دادر عزیز خوش به حال. ببین فردای قیامت همراه پیغمبرایی، همراه شهیدهایی، و نام پروردگار بالای سری تو، چگونه پادشاه‌های قبلا بالای سرای شاه گویم قصابه های طلایی گذاشته میشد، بالای تو برای فرزندی اطاعت کننده از خدا همت قصابه زیبایی را میگذارند و در بین مردم محشرگاه اعلام میکنند این از جمله فرزندهایی است که در دنیا پدر و مادر حرمت کردند. این از دادران عزیز یک مختصرا اطراف احترام پدر و مادر تا چه اندازه بالای ما و شما ضرورت داشت که حبیب خدا گفتن هم جنتک و نارک. دادر عزیز، هم جنتک و نارک، دوزخ و جنت تو پدر و مادرت هست. خدمت کردی جنت از توست، غضب کردی ناراضگی کردی دوزخ از آن توست. کدامیشه برای خودت اختیار میکنی؟ دادر عزیز، و که ما دیگر صحبتم حواله به شما میکنیم. به گوشت رسید و در جان تأثیر کرد و حقیقت پدر و مادر را فهمیدی، میان از همین روز بسته و خدمت پدر و مادر را خواهی باش. از همین جا که رفتی دادر عزیز، پهلوه که همون مادری که تو را بوایه رسانی در حق تو خدمت های خیلی شایسته کرد، پهلوه که را برای خودت اختیار کن، پهلوی پدر را برای خودت اختیار کن. گفتی شاعر کنار و بری مادر دلپذیر، همون کناره که مادر دلپذیر در پهلوی اون نشستن. شاعر چی گفتن؟ کنار و بری مادر دلپذیر بهشت است و پیستان در او جوی شیر. ببینید کنار یعنی همون مادر است، پهلوه که پدر است، نشستنش نگرد مقامی در جنت است. یعنی برای تو گویم زمین از زمین جنت، انا همون جایی که تو نشستی و
کیف در کیف مادرت رسانیدی و مادرت در چای کشیدی و پدر در چای کشیدی و یک لحظه با اونها صحبت کردی، تو این لحظه ای بود است که گویا که تو در جنت باشی. دادر عزیز، هیچ وقت فراموش نکن خدمت پدر و مادرتان در خواهی باشید. پدر و مادراتان از دوست دارید. در حق پدر و مادراتان بسیار غمخوار باشید، دلسوز باشید. از همه دیگر در همین دنیا اولین محبوبیتی که باید شما داشته باشید این پدر و مادر باشید. از حالشون خبر گیرید. دادر عزیز، این عید آمده است. خوش به حال اون جوانمردی که دستک پدر پول کنه، دستک مادر پول کنه اگر داشته باشد. او پدر و مادران بیچاره غمخوارن، میبینن که بچه‌ش پول نداره، پول طلب نمیکنن. لیکن کدام که داری داده عزیز هیچ عقیل نگو که پدر و پیر شده، پیرم شده باشد، پول برای همه شیرین است، پول برای همه دستکار است. برای دستک ضعیف پول یک مبلغ از دار یا بگی از دست شکری که از دن میترسی و دستش میگیری بازار میبری، بازار در اختیارش میمانی، هر چی میگیری زنه همیشه شیری هستی، همیشه جوانمرد این همی بازار در اختیار است. بگی هر چی میگیری بگی انا همیشه اول دستی پدر و مادر تا بگی. زن هم خدمت کن، بخل زن هم رفت زیرا مادر فرزند داده، او هم خدمتگاری رفت، لیکن اول دستی پدر و مادر. بعد بازار دا بگو پدر مرحمت نمی بازار در اختیار، مادر مرحمت نمی بازار در اختیار. من باوری دارم به نام خدا پدر و مادرها بیرحم نیستن. پدر و مادرها باز هیچ و خواهش ندارن که همین سوم زیادی بچه‌ها در این بازار صرف شود. اما بیچاره که خدا داند یا 50 سوم یا 100 سوم از تو خراجات شود نشود، ده‌ها بار میگه بچه‌ام بس. برای این عید آمده است. دعای پدر و مادراتون نگیرید. خدای نکرده کدام اگر با پدر و مادر ناراحتی‌های تو همین قدر مهنت‌های تو پیشگاه خدا را قیمت نداشتن، ارزش نداشتن، به خاطر که تو اینجا پدر و مادر را ناراحت کردگی هست. خدا همه شما را توفیق و هدایت نصیب کند. و در آخر همون شعری که دوست خدا گفتند اوست بدبخت آن که آزارت پدر، اوست بدبخت آن که آزارت پدر، یا که با مادر سخن ورزد به قهر. در جهان البته او روزت برایش وا شود، توبهش نبود قبول کردگار، هست بیشک دشمنی پروردگار. برادر عزیز و گرامی، ما از جانب این بدبختانه باشیم، از جانب فرزندای باشیم که از جان ماندن دیده پدر و مادرها ما را دوست داریم، حرمتشان کنیم، به قدرشان رسیم،